أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الاجرومیه 8 درس گرفتیم و امروز درس 9 را به سمع شما برادران و دوستان خواهم رسانید. و درس 8 ما و شما درباره معربات بود که به 2 قسم تقسیم می شوند. قسم یکمش کلمه هایی که با حرکت اعراب کرده می شدند، آن را گرفتیم که 4 نوع می باشد. اکنون امروز درس 9 ما و شما از کتاب الاجرومیه کلمه هایی که با حرف اعراب کرده می شوند، آنها 4 نوع می باشد. یعنی کلمه هایی که اعرابشان با حرف است، نه با حرکت، نه با زیر و زبر و یعنی با فتح و کسر و دم و سکون، با اینها نیست، با حرف است. حرف علامت اعراب می شود. این چطوره که درس 8 ما گفته بودیم که این 2 درس تکرار یا خلاصه درس های گذشته است. صاحب کتاب در این 2 درس یا که در این باب که ما و شما 2 درسش میکنیم، درس های گذشته را خلاصه کردگی است. بالخصوص 4 درسی آخران را خلاصه کردگی است. اکنون صاحب کتاب میگه والذی یعرب بالحروف 4 انواع، یعنی کلمه هایی که اعراب کرده میشوند با حرفا 4 نوع هستند. کلمه هایی که با حرف اعراب می شوند 4 نوع است. یکمش التثنیه، یکمش تثنیه است. تثنیه اعراب می شود با حرف. مثلا جاء المسلمان یا رأیت المسلمین. جاء المسلمان، جاء فعل ماضی است، المسلمان فاعل مرفوع علامت رفعش الف است. ببین حالت اعرابش با چی است؟ با حرف است. الف علامت رفع شد. برای چی؟ به خاطر اینکه مثنا هست. یا رأیت المسلمین، دیدم 2 مسلمان را. رأیت فعل و فاعل هست، المسلمین مفعول به منصوب و علامت نصبه الیاء لانه تثنیه، لانه مثنى، زیرا که مثنا هست. یا علامت جرش هم بیان شد، مررت بالمسلمین. خب یکمش تثنیه بوده است. دوم چی است؟ دوم جمع المذکر السالم. دوم جمع مذکر سالم است. جمع مذکر سالم همچنین با حرف اعراب می شود. به مثل چی؟ به مثل جاء المسلمون، جاء فعل ماضي، مسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. همینطور اعراب کرده می شود. المسلمون، جاء المسلمون. این حالت رفع بود. حالت نصبش چی طور است؟ حالت نصبش رأیت المسلمین، رأیت المسلمین، دیدم مسلمان ها را. رأیت فعل و فاعل هست، مسلمین مفعول به منصوب و علامت نصبه الیاء لانه جمع المذکر سالم. و حالت جرش مررت بالمسلمین، بالمسلمین بی حرف جاره، المسلمین اسم مجرور و علامت جره الیاء لانه، زیرا اینکه برای چه علامت جرشی است؟ زیرا اینکه این جمع مذکر سالم است. این دوم قسم بوده است. قسم یکمش مثنا به حرف اعراب می شود. قسم دومش جمع مذکر سالم به حرف اعراب می شده است. و سیم والاسماء الخمسه،
اسم های خمسه، اسمای خمسه. اسمای خمسه همچنین به حرف اعراب می شود، به مثل جاء ابوک. جاء ابوک یعنی که آمد پدری تو. ببین جاء فعل ماضی است، ابو فاعل مرفوع و علامت رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه. فاعل مرفوع است و علامت رفعش واو است به خاطر آنه که اسم های خمسه است، ای اسمای خمسه است. و ابو مضاف می شود، که مضاف الیه می شود در اعراب. این حالت رفعش بود. حالت نصبش رأیت اباک. رأیت اباک. رأیت فعل فاعل است، اباک ابا مفعول به منصوب و علامت نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسه. زیرا اینکه از اسم های خمسه است، علامت نصبش چی است؟ الف هست. این حالت نصبش بود. حالت جرش چی است؟ در حالت جر میگیم که مررت بابیک، یعنی گذاشتم به نزد پدری تو. ببین مررت فعل و فاعل هست، بی حرف جاره هست، ابیک ابی مجرور اسم مجرور و علامت جره الیاء لانه من الاسماء الخمسه. اسم مجرور هست و علامت جرش یا است، زیرا اینکه از اسم های خمسه است، از اسم های خمسه است. برای همین خاطر علامت جرش چی است؟ با یا است. ابی مضاف، که مضاف الیه. خب این سیم حالت، سیم نوع. و چهارمش چی است؟ چهارمش والافعال الخمسه یا الامثله الخمسه بگیم بهتر است. امثله خمسه. امثله خمسه و هی، اکنون درجه مثالش میارد. ما بارها تکرار کرده بودیم این رو. اگر کسی که از یاد کرده بود خب دیگری را میداند، کسی که از یاد نکرده بود اینجا باید از یادش کند. و هی و همون اسماء خمسه یفعلانی و تفعلانی و یفعلون و تفعلون و تفعلین. انا همین 5 کلمه است، انا همین 5 وزن هست، 5 وزن. یفعلانی هر فعل را بیار یفعلانی در وزنش تغییر بگیرد. مثلا یضربانی، یقتلانی، ینصرانی، یأکلانی، همش ببین همین وزن دا آورده می شود از امثله خمسه. یفعلانی یعنی که انجام میدهن آن دو مرد، مثلا یضربانی میزنن آن دو مرد. و تفعلانی مثلا تضربانی میزنن آن دو زن. تضربانی میزنن آن دو زن، یا تضربانی میزنید شما دو مرد. و یفعلون یعنی که یضربون میزنن وی مردها، یا که یسألون میپرسن وی مردها. و تفعلون یعنی تسألون یا تضربون میزنید شما مردها، یا تسألون میپرسید شما مردها. و تفعلین یعنی که تسألین میپرسید شما زنها، یا که تضربین میزنید شما زنها. ببینید این وزنها را افعال خمسه میگن، یا که امثله خمسه، امثله خمسه اش میگن. پس با همین خلاص شد این 4 حالت هایی که با حرف اعراب میشه دار. انا کنی یک تا اینها را تفصیل میتید که در کجا چی طور. میگه فاما التثنیه، اما تثنیه اسم هایی که مثنا هستند، دوگانه هستند، فترفع بالالف، پس مرفوع گردانده میشد با الف. حالت رفعش با الف است. چطور گفتیم؟ جاء ابوک، معذرت میخوام، جاء المسلمانی، جاء المسلمانی مرفوع است، علامت رفعش الف است. و تنصب و تخفض بالیاء، و منصوب میشود و مخفوض میشود با یا، به مانندی رأیت المسلم، رأیت مسلمین، المسلمین، رأیت المسلمین، یا مررت بالمسلمین. در این دو صورت با یا شده است. در حالت رفع با الف است مسلمانی، حالت نصب و جر با یا هست مسلمین. این الف، این تثنیه بود.
اما جمع مذکر سالم چی؟ و میگه که و اما جمع المذکر السالم، اما جمع مذکر سالم فیرفع بالواو و ینصب و یخفض بالیاء، پس مرفوع میشه از به واو، مانندی جاء المسلمون، مسلمون واو قطعی مسلمون، و ینصب و یخفض بالیاء، و منصوب و مخفوض میشود به یا، به مانند چی؟ رأیت المسلمین یا مررت بالمسلمین، حالتی نصب و جرش به یا بوده است، حالت رفعش به واو بوده است جمع مذکر سالم را. و اما الاسماء الخمسه، و اما اسمهای خمسه، اسماء خمسه فترفع بالواو، پس مرفوع گردانده می شود به واو، و تنصب بالالف، و منصوب گردانده می شود به الف، و تخفض بالیاء، و مخفوض گردانده می شود به یا. ببینید فترفع بالواو، اسماء خمسه مرفوع می شود به واو، به مانند چی؟ جاء ابوک، به واو، ابوک پدری تو، جاء ابوک، پس مرفوع شد، علامت رفعش چی شد؟ واو شد. و تنصب بالالف، منصوب می شود به الف، به مانند چی؟ رأیت اباک، رأیت اباک، دیدم پدری تو را، اباک پدری تو. ببینید اباک به الف نوشتیم، برای چی؟ به خاطر اینکه حالت نصب است، حالت نصب اسماء خمسه به الف می شود. و تخفض بالیاء، مخفوض می شود به یا، به مانند چی؟ به مانند مررت بابیک، یعنی گذاشتم به نزد پدرت، بابیک، ابیک یعنی پدری تو. ببینید ابی به یا می شود، برای چی؟ به خاطر اینکه در حالت خفض است، در حالت جر هست، یعنی مخفوض است یا مجرور هست. خب با این خلاص شد اسماء خمسه. و آخر، و این سه تاش در اسم بود و آخرش در فعل است. میگه و اما الافعال الخمسه، اما امثله خمسه فترفع بالنون، پس مرفوع گردانده می شود به نون، و تنصب و تجزم بحذفها، و مجزوم می شود و منصوب می شود و مجزوم می شود به حذف نون، بحذفها، ها یعنی ضمیر است برمیگرده به نون، بحذف نون یعنی به حذف کردن نون، به از بین بردن نون. مانندی چی؟ مانندی یعنی فترفع بالنون، مرفوع می شود علامت رفعش نون است، مانندی یضربانی، یضربانی، یضربانی میزنن اون دو مرد. ببینید یضربانی، پس در اعراب میگیم یضربان فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه ثبوت النون، و علامت رفعه ثبوت النون. ببینید ثبوت نون میگیم یعنی نون باقی میماند. یا مثلا که تضربین، پس میگیم فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه ثبوت النون، حالت رفعش چی است؟ باقی ماندن نون. اما همین را حالت نصبش میکنیم، مثلا میگیم که در حالت نصب کی لن تضربا، یا که لن یضربا یعنی نمیزنند آنها دو مرد. ببینید لن یضربا، نون رو حذف میکنیم، پس میگیم که لن حرف ناصبه، حرفی است که نصب میکند فعل مضارع را، و یضربا فعل مضارع منصوب بلن، منصوب است با لن، و علامت نصبه یعنی نشانه نصب بودنش حذف نونی، نون حذف کردگی من هست. لن اصلش یضربانی بود، لن آوردیم لن یضربا میگیم، نون حذف میکنیم از آخرش، حالت نصب. حالت جزمش چی؟ لم یضربا، لم یضربا نزد و اینها دو مرد، لم یضربا نزد و اینها دو مرد. پس ببینید لم در اعراب میگیم لم حرف جازم، لم حرف نفی و جازم و قلب، این ان شاء الله با تفصیل بعد میخونمش.
حرف جازم است، فعل مضارع را جزم میکند. خب یضربا فعل مضارع مجزوم بلم و علامت جزمه حذف النون. ببینید حالت نصب و حالت جزم علامتشون چی بود؟ حذف نون بود. چطوره که را در بالا با تفصیل گرفتگی بدیم، چطوره گفتیم که این خلاصه درس‌های گذشته می باشد. خلاصه درس‌های گذشته. اکنون یک بار دیگر به همون امثله خمسه که در بالا حالا گرفتیمش به همون برمیگردیم. و هی هم افعال خمسه را، امثله خمسه را گفت که یفعلانی و تفعلانی و یفعلون و تفعلون و تفعلین. اکنون همین را بیا یک باری میخونیمش. یفعلانی حالتی رفع است، تفعلانی و یفعلون و تفعلون و تفعلین همش حالت رفع است. اکنون حالت نصبش میکنیم. ان یفعلا و ان تفعلا و ان یفعلو و ان تفعلو و ان تفعلی. دیدید نونو را از 5 تا همین حذف کردیم. ان ناصب است، نصب میکند. یا که لنش میگیم لن، لن هرش ناصب هستن. لن یفعلا، لن یفعلا، نون حذف شد، یفعلانی بود، لن مانده میگیم لن یفعلا. ولن تفعلانی بود و تفعلانی بود، لن مانده میگیم ولن تفعلا، نون حذف شد. و ان یفعلو نون حذف میکنیم، بعد واو یک الف میمونیم که این الف رو الف فارقه میگن. الف فارقه انشاءالله ایرا باز در همین کتاب انشاءالله، در همین کتابای نحو انشاءالله میخونیمش. و ان تفعلو نون حذف میکنیم، بعد واو الف میمونیم. اون الف گفتیم نامش الف فارقه است. الف فارقه یعنی فرق کننده، جدا کننده بین واو کین واو ضمیر جمع مذکر هست. گفته اینطور الف میگذاریمش. و ان تفعلی یا که ولن تفعلی، اینجا نون حذف میکنیم، یگان چیز نمیمونیم، فقط نون حذف میکنیم میگیم ولن تفعلی. این حالتی نصبش بود. اکنون میگذاریم در حالتی جزم، میگم لم یفعلا و مثل همین ناصب است. ولم یفعلا نون حذف میکنیم، ولم تفعلا نون حذف میکنیم، ولم یفعلو نون حذف میکنیم، بعد واو یک الف میمونیم، الف فارقه را. و ان ولم تفعلو نون حذف میکنیم، بعد واو یک الف میمونیم، نامش الف فارقه. و ان ولم تفعلی و نون حذف میکنیم، خلاص این میشه حالتی جزمش. پس این بود امثله خمسه با حالتهایش و کلمه هایی که اعراب میشد به حرفا. این 4 چیز بود است: تثنیه، جمع مذکر سالم، اسماء خمسه، امثله خمسه. با همین حالتهای اعراب خلاص شد و درس نهم ما و شما هم به پایان رسید. تا درس دهم یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سربلند و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.